رفتم 12 تا از گجت هایی که قرار زندگیمون رو عوض کنه ولی زیر $10 خریدم قرار با هم دیگه تو این ویدیو تست کنیم ببینیم ارزش داره یا خیر. $10. چطورید بچه‌ها؟ سلام بچه‌ها. خوش کردین. ببین خوش بولوکه. گجت های خریدم قراره که کورک و پرتون برسه. خب آره. نریزه چی؟ همین الان میریزونم. ببین این اولیشه. این چیه؟ او این اگه افتی چیه؟ یخ. خب نه این یه یخ عادی نیست. این یک یخ عادی نیست. یخ آبداره. این واسه اهل دلاست. آها اهل دل. آره اینجوریه که اینو در میاریم تبدیل میشه به یه شات. آها اینه یه ماه من میخوام یخ بردارم یه به این نسازن. اینو اشتباهی قبلا خریده بودم گفتم الان چیز کنم. ببینید ببینم شات. اوه این برای بچه‌های قطبه. این برای بچه‌های الکی بازه. برای بچه‌های قطبه یعنی 3 سوت آب میشه دیگه. الان میریزی توش ببین. ببین مثلا ما اینجا یه نوشیدنی الکی داریم میریزیم این تو خب. بعد به این شکل. باید آب نمیشه. هم خنک میمونه هم زیبا. بعد اینا اینجوری یهو میری بالا. صنعت خطیفه. صنعت خطیفه هم بره اونجا که غم نباشه خب. عرق کشمش و کرم کرده هم یخ دیگه بجه. هم خنک میکنه نوشیدنی رو هم شیکه هم تموم میشه دیگه لازم به ظرف بشوری. به نظرم خیلی چرت و پرته. خیلی باحاله بابا 3 سوت آب میشه. بابا این الان نگاه کن. شات دوم بریم. شات دوم. شات سوم آبه. شات دوم ستون و متون نریزه روتون سلامتیتون. اوه آره چند این چیزا رو بلد بودی؟ نگفته بودی؟ چشات نمیدونم با مزه است دیگه ولی خیلی زود داره آب میشه حقیقتش. ببین برای بچه‌های قطبه فنلاند سوئد اینا جوابه. خب ببین برام تو زمستون تو بیرون ببین بعضا من با مزه شات یخ میخوره. ببین تو این کاره نیستی. بچه‌هایی که این کارن میدونن که باید خنک باشه. خنک بنوشید. خلاصه من خوشم اومد آقا. یه ذره دیرتر آب بشه بهتره ولی خب الان تابستون هوا خیلی گرمه دیگه. باشه همین به این گجت خلاقانه میتونم امتیاز 7 بدم. 7 خوبه. من بچگی دلم می‌خواست همچین گجتی داشته باشم. چه گجتی؟ گجت هسته‌گیر آلبالو گیلاس. میگه آقا دیگه اینجوری سخت نکنین اینا بذارید این تو و یه فشار رو هسته ها گیر میشه. بابا اینو تو مترو نانو میفروشن. هسته‌گیر نانو. هسته‌گیر نانو چیه؟ بچه‌ها کامنت بذارید. مترو تهران کرج است. تو که اصلا ندیدی چیه و اون ویدیو رو الان ندیدی چیه؟ پس جاج نکن. من هسته‌گیر نانو رو دیدم کوچولوئه. نه وایسید. این یک دستگاه حرفه‌ایه و دستگاهه. نکته داشته باشید که من همه اینا رو زیر $10 خریدم و بیشترش رو $5 $6 اینجوریه. نه اون که من دیدم شبیه ناخونگیره. کوچولو. اینجا یک محفظ داره که گیلاسامون رو میچینیم هسته ها میریزه این تو عمرن کار نمیکنه. عمرن اینم اینجوری فشار میدی نگاه هسته ها در میاد. حالا ما گیلاسامون رو آوردیم بذاریم اینجا بچین همزمان ببین چند تا گیلاسمون تو هسته در 1 2 3 4 5 خیلی خوبه ها. من یادم بچه بودیم مامانم اصلا می‌خواست یهو مربای آلبالو درست کنه 400 ساعت دستمون تو آلبالو پدرمون در هسته‌گیر نانو اون موقع بوده ولی تک تک بوده کوچولو هم بود. خب فایده نداشته. خب این الان 7 گیلاس توش جا شد. خب تو در آن واحد ببین اپای میگیر ببینیم که هسته ها کامل در میاد یا نه. ها اینجا میفته زورت زورت گیلاس ها حرفه‌ای. آره گفتم نمیشه. شکست آها ببینم احساس کنم که دنداش شکست. خب این که در نیومده هستش جگر زلیخا شد. در اومده این در اومده. بذاریم چند تا هسته این زیر اونجوری میفهمیم دیگه. 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا یکیشو در نیورده. یکیشو در نیورده. گیلاسامون شد. خب گیلاسای اینجا ترکیه است خیلی قوی هست. آره بابا. خب واسه همین نشد دیگه. ولی فکر کنم آلبالو اگه بذاریم زیتون میشه.
حتما من آلبالو باشه. آلبالو گیلاسه دیگه. آلبالو اگه بذاریم چون کوچیک‌تره و ظریف‌تره راحت‌تر هستش در میاد دیگه. زیر کار باش سخت بود حقیقتش رو بخواید. من بیامدیم زیاد. ولی واسه این که پوز سینا رو بزنم بهش چرت و پرته. خوبه دیگه. فکر کنم مربای آلبالو درست کنیم. بعد با یه عالم آلبالو جور کنیم. نصفش کار نکرد. یه دونش کار نکرد. خوب دیگه خوب نیستی. باید 100% کار کنی. نه خیلی در اقدام اول تو 10 بار این کار کنی $5 فنرش در میاد. $5 پول دادم. $5 فقط $5 واسه همین به خاطر قیمتش و کاراش. بیا بابا هستی یکم در اومده این زیره. بیا چسبیده به اینجا. درست. بیا همه رو کار کرد. پس بهش میدم 6. دیدید یه شونه هایی هست مایکی فیفی دارن موها اینجوری ازش در میاد فشار میدیم دکمه پشتشو. چی؟ بابا این شونه مایکی فیفی تو که دیدی دیگه. تو که دیدی دیگه. خب بعد الان انسانشو زدن. میگه که آقا اینقدر سخته هی مو گیر میکنه لای بروستون چیکار کنید چیکار نکنید این بروست استفاده کنید با یه دکمه پشم و پیلتون میرزه زمین. درسته. به این شکل به این صورت اینه. یعنی چرا تو آشپزخونه داره؟ ربط نداره. آها فهمیدم. من مو دارم. درست. باید ازش استفاده کنم. خب این یک شونه است که دندوناش الان توه میاد بیرون. یعنی آدمه؟ آره. بعد مثلا ما موهامونو برست میزنیم. برای آدم نیست که. ما برست میزنیم که موهامون کنده شه. خب اونجایی که من ریزش مو ندارم یه تاره مو بیشتر در نیامد. چرا مو در نمیاد؟ الان خواست بگم مثلا موم نمیریزه. موهام خدا رو شکر بابا یه مدت داشت میریخت بچه‌ها انقدر ویتامین خوردم خوب شد. کن تو داره میکنه. خب. اوکی کار میکنه. چند تا کندم. نه. میبینی؟ یه چیز کوچیک. بعد اینجوری میکنی اینجا رو بگیر. بابا اینجا رو بگیر. اینجوری میکنی بعد یه بار بزن. وایسا. ببین این موهاست خب این بیرونه. خب میره تو موها رو چیزارت برمی‌داری میندازی سطل آشغال. واری کلا خیلی کار بود. بعد این ورشم تازه میدونی برای چه اینجوری ماساژ بدی کف سرتو روغن تراپی کنی. با تهش هم میتونی گردو بشکنی. بعد این حتی میتونه که همدمتون باشه باش صحبت کنید افسردگی نگیرید باش بازی کنید بدید به گربتون گازگازیش کنه گربتون رو برست بزنید باش و هزاران کار دیگر. به خاطر همین بمیدم 7. نظر شما چه استاد چند میدی؟ 39. من ورزشکارم دیگه خب بعد تخم آبپز نیاز دارم. درسته. یه گجت خریدم تخم آبپز میکنم. میگه آب بریزید توش تخم مرغ رو بچینید و بذارید تو مایکروویو و میپزه. درسته. خیلی ایزی پیزی. ببین گجتمون اینه. بازش کنیم اول ببینیم که به چه شکل. باز شود. آشغال چسته چرا؟ مثل حیوان دارم بازی کنم. من واقعا حیوانم. خب اینه اینجوریه که اینجا تخم مرغتون رو میذارید این زیرش هم آب میریزید و میذارید توی مایکروویو که بپزه. اینجا بخارش در میاد. من هر چقدر نگاه کردم توی دستورالعمل و عکساشون نزده و چند دقیقه رفتم ریویو رو خوندم یکی شد 5 دقیقه گذاشتم تو مایکروویو و پخت. 5 دقیقه میتره که ریسکو کنیم تست بزنیم. آره حالا آب میریزیم اینجا این زیر به اندازه چیکاری رو میذارم تو قابلمه دیگه. نه دیگه ما اینجوری که مایکروویو فقط داریم. آره ما قابلمه نداره ولی مایکروویو داریم. آره بعد تخم مرغمون رو این اول میذاریم تخم مرغ رو میکاریم اینجا این در اینه میبندیم بویله. من میترسم 5 دقیقه بزنم حالا اول 3 دقیقه میزنم اگه نترکید 5 دقیقه شو کنم دیگه. اینو بزنم تو مایکروویو بیام ببینیم پخت یا نه. تخم مرغمون 5 دقیقه رفت توی مایکروویو و پزید. ببین مثل سگ داغه. مثل سگ داغه. مگه سگ داغه؟ اصلا زشت آدم کسی بدن ساز این کارو انجام بده. ببین لاتی بخوره. نمیتونم بازش کنم انقدر داغه. ما دخترا لوسی. درست. ناز داریم. لوسی. درست. و یعنی که به ظواهر اهمیت بده. آشغال واش ببینم. خیلی خب الان چیزی میخوای ببینی؟ باید اینو پوست بکنم. آدم خود از عقلش استفاده کنه. این عقل تو مغز من داره اذیت میکنه. فشار داره میاره به جام. واو. اینو نگاه تو رو خدا. چاپ زدن رو تخم مرغ آب شد.
آب میشه این ضرر نداره الان؟ خسته نباشی. نپخت چیز شده؟ پنیقرم گذاشتی قشنگ. آره عسلی شده. عسلی خوبه. عسلی شده مثل عسله. فکر کنم باید بیشتر بذارم دیگه. یارو دروغ گفته توی ریویو که 5 دقیقه باید بذارید. نپخت به نظر من این گجت اضافه کاریه. آره بابا. واقعا این اضافه کاریه. زشته. اینو خودم پذیرفتم که اضافه کاریه و به همین خاطر که کارش هم خوب انجام نداد بهش میدم 2. از اونجایی که ما توی استانبول خیلی نیاز به رطوبت داریم. بله. اصلا اینجا هوا مرطوب نیست. یه دستگاه رطوبت ساز خفن خریدم. خب اینجوریه که تو هر چی دلت بخواد میندازی اینجا درست. اینه دستگاه. شکونش بابا. باورتون میشه اینو زیر $10 خریدم؟ نه والله. باورت میشه. چه جدیدن یاد گرفتم چسب بزنم به در. دوریه هر کی میستری باکس می‌خریدیم توش یه دستگاه. چون که تو ترکیه تو رو دستشو باد میکنه اینجا کسی نمی‌خره. آره. جالبه. بله. اینه. چه شمه. چه دل رودش اینجوری ریخته بیرون. خب آها فیلتر داره. شما فیلتر رو میذاری اینجا. این که بلنده. یکی فیلتر کوتاه رو میذاری اینجا میبندی. بعد چیکار میکنی؟ چه کار میکنی؟ یعنی کار میکنه یا باید تو برق باشه؟ برق باید بزنی؟ نه برق که یعنی چیز همون اتصالی میکنه. برق که نه بخوام باید بزن تو برق بچه ها. اینجوری میزنی تو برق با سیم خودش که مبادا سیم فیک استفاده کنی به فنا بره. همه خودش سیم گذاشته میزنی چیز به خوبی میتونه باشه. پاور بانک همه چی یه سیم میذاره. بعد روشنش میکنی. هیچ. بابا داری صدا میده. هیچ. چرا بخار نمیده؟ هیچ. احساس کنم بیشتر تو آب باشه. هیچ. داره بخار میده. نمیده؟ کجا داره نمیده؟ چرا دروغ میگی؟ بذار یه چیزی بیارم وایسا. یه لیوان قد بلندتر بیارم. شاید باید قد بلندتر باشه. احتمالش هست. دیدین میخواد طرفی جور قانه نشه کار نمیکنه؟ کار که میکنن اینا. اون منم. خب بذاریم اینجا. دیگه این قد بلندتر واقعا توی دنیا وجود نداره. کار نمیکنه؟ پس چرا داره زرزر میکنه؟ واسه زرزرشو کنه. زرزرشو کنه؟ آره. اوه شد میبینید؟ چرا اینوری؟ چطور میشه؟ نمیدونم. یارو انداخت اینجوری تو لیوان کار کرد. یه دیر کار میکنه. میبینی؟ چرا؟ What's wrong with you? Oh yeah! What's wrong with you? Yeah! من نمیدونم مشکل این چیه. مشکلش اینه که خرابی کردن تو پاچه. آره. ریخابش. نمیدونم بچه‌ها این چرا بخار نمیده. شما اگه میدونید تو کامنت ها بهم بگید دیگه. واسه که درست کار نکرد بهش امتیاز 3 رو میده. ناراحتم. This is the best gadget in the world. It's about to change my life. چنگال خیارشور. چی؟ چنگال خیارشور. چی؟ چنگال خیارشور. بس میشه بغل شیشه خیارشور. بدون خیارشور نمیشه. اینه. نمیشه. آره. اینجوریه که یه دونه بند سیلیکونی خیلی حرفه‌ای و خوش جنس داره که خفت میفته بغل خیارشور. خب چی؟ خفت میفته. تو 2 سایزم برامون میاد که اگه شیشه‌مون کوچیک بود بتونیم از این استفاده کنی. اگه شیشه‌مون بزرگ بود از این استفاده کنی. اگه تا الان فهمیدین خوتن چی میگه لایک کنید. بچه‌ها ویدیو رو دیدن. اینو میایم اینجا وصل می‌کنیم به این. خب نه واسه اینو آها چنگال خیارشور. چنگال خیارشور دیگه فهمیدی چی شده؟ با چنگال عادی نمیشه کار کرد. نه این مخصوص باید باشه. حتما باید چند دلار بدیم اینو بخریم. آره. بابا 3-4 دلاره. چرا نمیتونی بگی دلار؟ بگو دلار. دلار. نه عادی بگو دلار. دلار. توی جمله بگو دلار. بابا برم کاش خواهد. دل. خب بیا اینجا. دلکم. آی کش میاد. خفت میفته اینجا. خفت. والا میشه استفاده کنی؟ بعد اینجوری در میاری. آها. اینجوری چقدر سوسول بازی. جالبه یکم کم جالبه. این خیلی قشنگی. خیارشور بازا. نگاه کنی. کجا رفتی؟ اینجایی. بله درسته. عالیه.
درسته. آره. خب من واقعا اینو پسندیدم. هم خیلی طراحی زیبایی داره، هم میره اینجا، بعد همیشه دیگه بغل خیارشورتون یا حالا زیتونتون یه چیزی هستش که از این بعد بغل شیشه خیارشورای ما اینه. آره اینم میمونه روی. خدا شکرت. اینم برای اون شیشه خیارشور کوچیکاست. درسته. کوچیکه من واقعا اینو پسندیدم. ببین به نسبت قیمتش که $3 تقریبا بود، بازم پرفکته، هم جنسش خوبه، هم کارشو داره خوب انجام میده، هم شکیله. مثلا یکی اینجوری ببینی شیشه خیارشورتون پشماش میریزه دیگه. واسه همین بهش میخوام بدم 8 از 10. میخوام ویدیو اینو صامت ببینم، بعد از سینا بپرسم نظرت این چیه. البته دیگه میتونی حدس بزنی. از کجا رو باید بفهمم؟ وایسا. بچه‌ها همینجوری که دارین میبینین این کار باهاش خیلی راحت میشه انجام داد و خیلی شیک. خیلی شیک. خب اینو باید حدس بزنم. با چیزایی که دور و بر گذاشتن دیگه لیمو، کات، قاچکن لیموه. آفرین. فکر نمی‌کردم عقل ناقصت برسه. خب اینه. بویله. اینجاش باید باز شه. چرا حالا اینجا بستن اینجوری؟ میشه مراقب باشی؟ وای نه واقعا چیه؟ بابا الان بهت میگم دیگه، دقیقه وایسا. ماشاءالله. این لیمو رو میذاریم اینجا. با چاقو یه زارت میذاریم. بعد میتونی حلقه های خیلی خوشگل ببری. خیلی خوب اتفاقا. برای بریدن لیمو، گوجه، خیار. خب بذارید یه لایف هک اینجا تو گجت رو یاد بدم. پشت اشقابو برمی‌دارید، چاقوتون هم برمی‌دارید. پیرزن درون خوتن داره آموزش میده. رفتم خونه یکی از دوست رفته بود خونه یکی بچه‌ها دانیالینا، بعد چاقو برده لیمو ببره نمی‌بره. اینجوری چاقوشون براشون تیز کرده. درسته. خیلی خوبم تیز میشه. خب حالا میریم یه بار دیگه اینو کات کنیم. حالا یه ذره فقط شله. میشه انگشتت مراقب باشی؟ خیلی خوب عمل نمیکنه. آره خیلی این دنده ها شله. بس به درد نمیخوره. میشه بازش کنیم چه شد؟ وایسا تا ته باید ببرن. درسته. مجبورن. خب این بریدیم. ببین چی شد. خوبه. ببین یه رستورانی میبره. یه ذره مشکل داره ایناش، یه ذره شله، هی این ور اون ور میشه، تو نمیتونی صاف ببری. ببین کارشو خوب انجام میده دیگه. از این گجت $3-4-5 نباید توقع داشته باشی که الان خودش بیاد برای تو درسته. اینا رو اسلایس کنه با اینا. واسه همین به این کوچولو موچولو میدم امتیاز 5. اینو واسه آقا سینا خریدم. جدی؟ بله. چیه؟ نگاه کن، شما هم خواه پروتئین یا یه پودری رو بریزی توی باتل آب قاطی کنی، با این خیلی راحت میتونی کار انجام بدی. با این کوچولو کوچولو سبز. یه چیز بامزه‌ای که وجود داره میدونی چیه؟ من همه گجت‌ها رو خریدم، هیچ کدوم انتخاب رنگ نداشت ولی بیشتری سبز فرستادم. قدرت خداست، اینم نشونه است. بله. اینجوریه که میری پودرتو با پیمونه برمی‌داری، اینجوری وا می‌کنی میریزی تو بطریت. یه بار ببینم. برو. حالا میشه رو این تست کنی؟ نه. بابا گرونه اینا حیفه. حالا یه پیمون است دیگه. جدی دارم میگم. خودیفم ارزششو نداره؟ داره. گذاشتم سر یه دوراهی خیلی سخت. فردا. نگاه کن. خیلی عالیه. میذاری اینجوری در باتل بدون هیچ گونه کثیف‌کاری. باریکلا. پسندیدی؟ من بالا با قاشق و چای خوره همین کارو میکنم بدون کثیف‌کاری. نه دیگه ببین تو همیشه سوخت میدی، همیشه کثیف‌کاری رو میکنی. پروتئین شیک شما آماده است، خواستم آماده کنم. دست شما درد. ببین این واقعا مثلا مثل کاربردیه و واقعا زندگی تو رو قرار عوض کنه. پس یه امتیاز خوب بده. 1. پوستکن سیبه. اینجوری قرش بالا پایین سیب زمینی هرچی عشقتون کشید که گرد بود با این میتونی پوست بکنی دیگه. معمولا دیدی میخوای پوست بکنی خیلی سخته. آره من مشکل دارم واقعا. این قرار کار راحت کنه. این نگاه با سبزه میبینی کار خدا. این واقعا یه خوب کار انجام بده امتیاز 10 از 10 بده. اینجوری باز میشه. نانوه چجوری؟ عمرن اگه خوب کار کنه. عمرن. بعد اینو نگاه کن اینوری میذاری. سیبا چرا اینجوریه؟ این احساس کنم باید باز شه. چرا باز نمیشه؟ باز شد. خب حالا سیبا اینجا خفتی میندازی به این شکل با این 2 دسته. بابا سینا اینقدر آیه‌ای هستن. خب واقعا نانوه بچه. بعد چی کار میکنی؟ چی جوری؟ چرا مال اونوری بود؟ چرا من نمیتونم اینو را بندازم؟
یه آیکیوی میخواد که تو نداری. چه رفتی با آیکیو داره؟ لغ وزنه. این هم سفت اینجوری بگیرن. ببین قشنگ کردن تو پاچت. عمرن کار نمیکنی. چی فکر کردی؟ آره خیلی عالیه. عالی. کار چند چرتوز زیاد. خب من دیگه ببین من کلا میدونی که خودت صادقه این تمام و حق و حقیقت رو همیشه میگم. به این گجت میدم 0. یخ مهمترین رکن اساسی هر خونه ایه که باید حتما وجود داشته باشه. ولی ببین یختون اگه ادابگی باشه جای یختون اینجوری چوسیش بالا باشه بهتره. درست. اینجوری میگه آب بریزید توش ببندید بذارید یخ بزنید اینجوری میکاشید بیرون و یخاتون هم کاشیده میشه بیرون. خب من این از قبل گوشم توی فریزر یخ زده ولی جنسش خیلی بده. رنگش رفت اینجا چرا؟ می‌بینی؟ چرا آب یخ زده؟ من فکر کردم آب اول ولی گرفتم زیر شیر آب و دیدم که نه خراب شد. خراب. الان چی میشه؟ حالا اینو باید بکشیم این بیرون. قوی ترین مردان میخواد. آره جنس عالیه. وایست. انقدر نزن تو سر جنس. تو با $5 میتونی همچین چیزی بخری خیر. چرا بهترش می‌بینی؟ گیر زیرا. درسته. و میای دوباره یه بار دیگه امتحان کنی. چه پدستگیه. نمیشه. اصلا با سیلیکونی باشه. سیلیکونی نیست جنسش. میخوام من زور بزنم؟ آره نیروی کمکی اولش گیر داشت بچه این کم خوشم اومد. این میشه یخم. خب بعد این ورون باری چند حال میکنی؟ اینو خوشم اومد. اینو پسندیدی دیگه چون اولش گیر داشته اونم حل شد. یه ذره باید کمتر آب بریزم که بالاش زیادی یخ نزنه دیگه. ولی دیدید خیلی شیک. اینجوری یه دارم یخ توشه. حالا به هر حال به نظر من که خیلی شیک و شکیل و بامزه و لاکچری و خفن و خوشجنس و ایناست. واسه همین بهش میدم 7. شما از بچگی دلتون میخواست چی داشته باشید؟ دوچرخه. بنویسید تو کامنت. من بچگی دلم میخواست گوجه گیلاس کاتکن داشته باشم. درسته عالی. آره یه دستگاهیه که شما گوجه رو میذاری توش یه فشار و از اون و تبدیل به 4 قسمت میشه بدون جنگ و خونریزی که اون دستگاه بسیار خفنم اینه و باز هم سبزه. درسته. آره خدای من مگر میشود یه همچین اتفاق نادری در دنیا بیفته. این اینجا شما باز میکنی گیلاس و گوجه رو میذاری اینجا و اینجوری چی میشه؟ تیغ داره؟ تست بزن ببینید. خب گوجه های گیلاسمون رو میاری. قراره که بدون آب لمبو شدن این کار برام انجام بده دیگه. میذاریم اینجا و فشار میدیم. 1 2 3 آب لمبو شد که گجت رب کن. یه بار دیگه امتحان میکنم. شاید بعد یه هوی فشار بدم. میدونید؟ ای وای. آره نباید یه هوی فشار داد. بچه درس امروز. خب ببین این اصلا کنم اشتباه فهمیدی. چرا؟ ربساز سیاره. آخه نکتهش اینه که این باید یه جوری کات کنه که قشنگ کات شه نه اینجوری. ربسازه دیگه. با چاقو کات کنم که بهتره. درسته. نپسندینمش خداییش. اصلا نباید به گجت های ارزون قیمت به نظر من اطمینان کرد. واسه همین حالا کارشو انجام داد ولی له و لورده دیگه. بهش یه 4 بدیم. 4 خوبه. آب کش کن. درسته. اینجوریه که وصل میشه لبه هر قابلمه که دلت بخواد. بعد اینجوری آب و دون جدا میشه. عالی. اینجوری. اینو دیگه نارنجی نمیدونم چرا فرستادم. زرد البته. به عشق سینا. قیافه شبیه اردکه. می‌بینید؟ این اصلا به این مسئله دقت کردید که عقص اینجا رو شبیه منقار اردک درست کردن؟ درسته. دیگه چی می‌خوای ای گجت؟ چی می‌خوای؟ هم کیوته هم کار آمد. حالا مثلا ما جای قابلمه داریم که توش گوجه پختیم. خب بعد می‌خوایم این گوجه رو آبکش کنیم. اینو می‌ذاریم آره. این لبه
بس شو. و به هر قابلمه هر ظرفی هم میخوای وصل بشه، چه بزرگ باشه چه کوچیک. خب بعد اینجا اینجوری آب کش می‌کنی. این ویدیو رو با مادراتون ببینید. چه باحال. خیلی قشنگ و بامزه نیست؟ برای روز مادر. نه تو حرف بدی زدم. چرا باید برای روز مادر اینو خرید؟ نمیدونم. هزینه خونه است. نگاه کجاها موند آبا ریخت. عالیه. حالا این استفاده می‌کنی تو؟ از این استفاده می‌کنم تا چشت در هر کی نکنه. ببین این خیلی بامزه از خودش. هم جنسش سیلیکونیه، هم خوشگله، هم نازداره، هم کارش انجام داد دیگه باید به این 9 داد. آره نه کارشو کرد. 9 حقش. دلست گجت. بوگیر یخچال. لیست جالب بهتون میگم. بعد اینکه من اینو خریدم کلا فروشش متوقف شد. بند شد یعنی؟ نمیدونم. چرا؟ دیگه شبیهشو نمیفروشه. آره. چون میخواستم ویدیوشو در بیارم نتونستم در بیارم. نگاه کن اینه استاد. میگن توش زغال فعال داره، اکتیو کربن داره. زغال غیر فعال چیه؟ بعد اینجوری با این چسبشه. با چسبش اینجوری میزنی اینجا میچسبی توی یخچال، میگن بوی یخچالو میگیره. توش چیزی داری؟ زغال فعاله. آره زغال فعالی. حالا من اینو میرم میذارم توی یخچال ولی الان معلوم نمیشه که این بوی یخچال قرار بگیره یا نه. باید احتمالاً یه روزی بمونه. یه چیز بودار میذارم توی یخچال مثلا کالباس. کالباس چه بویی میپیشه توی یخچال دیگه. اینم میذارم توی یخچال ببینم که بو رو میگیره یا نه. توی کانال تلگرام خدمتتون نتیجه رو عرض میکنم که آیا واقعا تاثیرگذار هست یا نه. خیلی کوچولو موچولوه. درسته. نمیدونم دیگه. امتیازم حالا واسه که زغالش فعاله 5 رو فعلا بهش میدیم. نظرتونه؟ عالیه. خلاصه بچه‌ها اینا هم میذارم توی یخچال. شما توی کامنت ها به من بگید که آیا ارزش داره که پولم رو خرج گجت های زیر $10 بکنم یا خیر. به نظر خودم ارزش داره. همون گجت های گرونتر رو بخرم بهتره خداییش، حداقل خوب کار میکنه و شکی ببین اینا رو باید عمده به خریبر تو مترو بفروشه به عنوان نانو. آفرین. داستانش اینه. آفرین راست میگه. مغز اقتصادی که میگن اینه. شما حالا تو کامنت ها من بنویسید که دوست دارید گجت های بعدی گجت های گرون باشه یا ارزان. تا یک ویدیو دیگر بدرود.